جلس بله پوست پوست شوهرنا به روغن داغا الهی خدایا به حق این شبای عزیز هیچ زنی رو تا آخر عمر شوهردار نگه ندار. الهی آمین. قبول باشه انشالله. اللهم یتک تکه بدن شوهرنا به قطعات در حد سوزنا. خانما الان دلاتون آماده است، میدونم. خیار رو دستتون بگیرید، آروم آروم شروع کنید پوست کردن. هر پوستی که میکنید این دعا رو تکرار کنید. اللهم یکن و بکن پوست شوهرنا کمثل هذا الخیار